فقط 10 دقیقه وقت لازم داریم واسه اینکه یکی از خوشمزه ترین پاستاهایی که میشه با گوشت درست کرد رو بهت یاد بدم. گوشت، قارچ و پیازچه و سیر با یه دونه خامه صبحونه کوچیک و پاستا. هر پاستایی. من از سری قبلی که غذا درست کرده بودم یه ذره پاستا اضافه آوردم و از بقیه همین پاستا میخوام استفاده بکنم. اولین کاری که میکنیم تا بخوایم کارهای اداری گوشت و سبزیجاتمون رو انجام بدیم، پاستا رو میذاریم تا 12 دقیقه بپزه. ما اینجا خدا رو شکر هر روز تعدادمون داره بیشتر میشه و اینکه بچه‌ها هستن به امید خوردن. So that was a f***ing lie. اینجا مجبوریم که یه ذره بیشتر غذا رو درست کنیم. شما نیاز به این حجم گوشت ندارین. ببین این الان 200 گرم گوشته. شما برای یه وعده حالا یه پرس میتونین از 100 گرم گوشت استفاده کنین. 100 گرم گوشت صاف بدون چربی. یه سری نکاتی این وسط وجود داره که حالا در حین کاری که داریم انجام میدیم اون نکات هم ما هم دیگه بررسی میکنیم که چیه. اولین کاری که میکنیم بعد از اینکه پاستا رو گذاشتیم که بپزه، گوشتمون رو به قطعات کوچیک خورد میکنیم. برای اینکه بخوایم گوشتمون رو نرم کنیم یا اینکه زمان پخت از گوشتی استفاده کنیم که یه ذره، ببین کلاً بافت گوشت حالتیه که باید جویده بشه، یعنی باید بیاد زیر دندون. اگر ما بخوایم این اتفاق نیفته، چون پروسه پخت پاستامون شاید کلاً 7-8 دقیقه طول بکشه. اگه ما بخوایم این اتفاق نیفته و گوشتمون تو اون 7-8 دقیقه به اون بافت نرمی که مد نظرمون برسه، چند تا نکته رو باید رعایت کنیم. نکته اول اینه که یا شما به قطعات دلخواه میتونین گوشتتون رو برش بزنین، حالا یک ساعتی با روغن کانولا و همراه نمک و فلفل بخواین ورزش بدین، یکم باهاش بازی کنین، بعد بذارین توی یخچالتون استراحت کنه، یا اینکه بهش مثلا آب گوجه فرنگی بزنین یا بهش آب پیاز بزنین. اینا کارهاییه که بافت گوشتتون رو نرم میکنه. حالا قطعا شنیدین یا دیدین که وقتی میخواد کسی کباب درست کنه از انجیر استفاده میکنه، از کیوی استفاده میکنه. اینا همه چیزایی که گوشت رو نرم میکنه. اما ما کاری که اینجا داریم انجام میدیم اینه که من امروز این گوشت رو که تهیه کردم عذرخواهی میکنم، این گوشتی که تهیه کردم دورش رو پلاستیک، حالا یا پلاستیک یا سلفون، هر چیزی که دم دستتون باشه، دورش رو پلاستیک گرفتم، یه حالت اینجوری گردطوری بهش دادم، یعنی سعی کردم که یه حالت گردی با دستم شکلش رو به یه حالت گردی درست کنم. گذاشتمش تو فریزر، یعنی 2 ساعت قبل از اینکه بخوایم کارمون رو شروع کنیم گذاشتمش تو فریزر. یه ذره حالت یخ زدگی پیدا کرد. همین یخ زدنه باعث میشه که شما وقتی میخواین حالا پاستاتون رو درست کنید یا هر چیز دیگه ای که میخواین درست کنید توش گوشت داشته باشه، همین یخ زدنه باعث میشه که هم شما برش های راحت تری بتونین به گوشتتون بزنین، چون که وقتی چاقو رو به گوشت میزنین، بارها واسهتون پیش اومده وقتی با چاقو میخواین گوشت رو برش بزنین بافتش به هم میریزه، چون گوشت نرمه، گوشت سفت نیست. ولی اگه بذارین توی فریزرتون بمونه، اون گوشت قشنگ حالت چیپسی طوری میتونه برش بخوره، البته اگر چاقوتون تیز باشه. من پس گوشتمو توی فریزر یه 2 ساعتی گذاشتم استراحت کرده، یه ذره سفت شده که من بتونم به قطعات نازک برشش بزنم و توی مایتابه تفتش بدم. بعد از اینکه گوشتمون رو خورد کردیم میریم سراغ قارچا برای اینکه خوردشون کنیم و بعدش هم پیازچه و سیر. اول قارچ. من یه ذره قارچمو درشتر اسلایس میکنم. چرا؟ برای اینکه به لعابی که توی قابلمم حالا یا تابم موقع پخت پاستا میندازه نیاز دارم، به لعاب قارچه. بعد از اینکه وسایلمون رو خورد کردیم و پاستامون اون مدت پختش تموم شد، نوبت اینه که کم کم همه چی رو تفت بدیم و برسیم به شکل نهایی پاستامون. اول یه ذره میذارم مایتابه‌مون داغ بشه، بعد از اینکه داغ شد توش یه کم، خیلی کم روغن میذارم و گوشت رو بهش اضافه میکنم. ببینید من چند تا نکته میخوام بهتون یاد بدم که موقع پاستا درست کردن خیلی به دردتون میخوره.
نکته اول اینه که شما وقتی که میخواین پاستا درست کنین، هیچ کسی نگفته که زیر پاستاتون باید حتما زیاد باشه. شما قطعا خیلی جاها میبینین یه سری ویدیوها، یه سری حالا آشپزی که انجام میشه با شعله حرارت خیلی زیاد. ببین کلا یک پاستای استاندارد موقعی که میخواد توی مایتابه آماده بشه، حالا توی وگ یا تابه میخواد آماده بشه، 7 دقیقه زمان میبره تا به مرحله آماده شدن برسه. شما وقتی که زیر تابتون رو زیاد میکنین، زیر وگتون رو زیاد میکنین برای اینکه پاستا رو بخواین آماده کنین، عملا آب اون حالا قارچی که هست یا ماده پروتئینی که دارین تفت میدین رو تبخیر میکنین. وقتی که آب تبخیر بشه، شما مجبورین از خامه بیشتری واسه غلیظ کردن در واقع سس پاستاتون استفاده کنید. ولی اگه زیرش کم باشه، عملا شما لعاب قارچ رو دارین، لعاب اون ماده پروتئینیتون هم دارین، پس اصلا نیازی نیست از اونقدر خامه بخواید استفاده کنید. ما عملا اینجا برای 2 پرس پاستا الان داریم این مواد رو آماده میکنیم و همونطور که میبینید یک خامه کوچیک انتخاب شده واسه این پاستا و در نهایت کارم میبینید که هم لعاب کافی رو داریم، هم این که پاستامون اون غلظت کافی رو خواهد داشت قطعا. پس با شعله کم شروع میکنم که گوشتم رو تفت دادم. همین که رنگ گوشتمون در واقع عوض بشه، ببین این قضیه در واقع یخ زدنه اینجوریه که شما وقتی که گوشتتون یخ میزنه و به تیکه های نازک برش میدین و توی تابه با حرارت کم شروع میکنین تفت دادنش، همین که یک مقدار رنگش عوض شه و حالا در حد مثلا 2 دقیقه تفت دادن، در حد 3 دقیقه تفت دادن، همین که 2-3 دقیقه تفتش میدین، این آماده است تا اینکه ما بخوایم سبزیجات مد نظرمون رو توش اد کنیم. یعنی الان سفت نیست گوشتمون، درسته سرخ نشده، ولی خب قابلیت اینو داره که ما بخوایم قارچمون رو بهش اضافه کنیم. پس میریم سراغ قارچ. اینجا قیمه رو نریزم تو ماستا. وقتی قارچ رو به تابمون اضافه میکنیم، من بچه لیسکم متاسفانه گم شده، مجبورم از قاشق استفاده کنم توی تابه تفلون. همین سعیمو دارم میکنم که با کف قاشقم اینو هم بزنم، ولی یه ذره اگه صدا میده اذیتتون میکنه، ببخشید. So that was a lie. بعد از اینکه قارچمون لعاب انداخت، نوبت اینه که بهش سیر و پیازچه رو اضافه کنیم. من اول برای اینکه عطر سیرمون در بیاد، سیر رو بهش اضافه میکنم، یک دقیقه ای همش میزنم، بعد میریم سراغ پیازچه. چون پیازچه رو اگه بخواین زیاد تفت بدین، هم سیاه میشه، هم این که حالا یه طعم زهمی پیدا میکنه. داداش حداقل اومدی میخوای غذا رو بخوری، کم کن صدا اکسپلر رو دیگه. من کاملا میدونم الان اون داره چیکار میکنه تو گوش. میخوایم که یه ذره بهش نمک اضافه کنیم. ببین من از ادویه خاصی تو این پاستا استفاده نمیکنم، فقط در حدی که یه ذره نمک بهش بزنم که از اون حالت خامی در بیاد کافیه. شما ولی اگه خواستین میتونین مثلا از پودر سیر استفاده کنین، از فلفل استفاده کنین. به نظر من نمک واسش کافیه. اون 2 دقیقه‌ای که میخواستیم سیر رو تفت بدیم اوکی شد. بریم سراغ پیازچه. 1-2 دقیقه هم پیازچه رو باش تفت بدیم و خامه و پاستا و تموم به همین سرعت. خامه رو بهش اضافه میکنیم توی این مرحله. و تمام. واقعا باله. Come on, man. من میخوام یه ذره تستش کنم. خیلی بوش خوبه. واقعا آشپزی حال آدمو خوب میکنه و از اون بالاتر این که غذای خوب حال آدم خوب میکنه. خیلی داغه.